سلام، من راوی تاریخ هستم. این قسمت اشکانیان. قصه امون از جایی شروع میشه که طوفان‌ها هنوز روی زمین فرمان روایی میکردن. اون وقتا بعد از سقوط شاهان هخامنشی ایران یه تکه زمین بی‌دفاع شده بود وسط دعوای یونانی‌ها. اما غیر همیشه جایی توی تاریخ هست که یکی بی صدا علم قیام بلند میکنه. اون یکی کسی نبود جز ارشک، رهبر قبیله‌ای ترد و تیزپا به نام پارت. از خراسان تا افسانه ارشک از دشت‌های خراسان اومد. 9 تخت داشت، 9 تاج، فقط یه دل پر از آتیش. سلوکی‌ها بازمانده‌های یونانی‌های اسکندر ایران رو مثل ملک ارثی خودشون می‌دیدن. ارشک با چند نفر از یارانش شورش کرد و توی یه عملیات غافلگیرانه یکی از پایگاه‌های سلوکی رو گرفت. و درست همون جا بود که دود آتششان بالا رفت. و سلسله اشکانیان در حدود 250 پیش از میلاد نفس کشید. پادشاهانی بدون قصرهای طلایی. اشکانیان پادشاه بودند، ولی نه مثل پادشاهایی که میشناسید. اونا پایتخت ثابت نداشتن. گاهی تیسفون، گاهی نسا، گاهی صدروازه. همیشه در حرکت، همیشه در مسیر. حکومتشون عجیب بود. یه جورایی شبیه قبیله‌های بزرگ شاه قدرت داشت، اما مطلق نبود. کنارش شورایی بود به اسم مهستان، یه جور پارلمان باستان. اونا درباره جنگ، صلح و حتی انتخاب شاه نظر می‌دادن. اینا دموکراسی نبود، اما یه مدل خاص ایرانی از توازن قدرت بود. نه مثل امپراتوری رم، نه مثل چین، کاملا ایرانی، کاملا متفاوت. قهرمانان کمال‌دار. میرسیم به بخش هیجان‌انگیز. جنگ. اشکانیان قصر نمی‌ساختن، ولی جنگ و بلد بودن. سربازاشون سبک زره، چابک و مسلح به کمال بودن. سوار می‌شدن و در حال دویدن تیر از پشت سر پرتاب می‌کردن. این تاکتیک بهش میگن تیراندازی پارتی، همون کاری که باعث شد ارتش روندهای جنگ هران بدترین شکست تاریخشو بخوره. جنرال تیراسوس یکی از این 3 نفر بود. با سزا و پیگیر باید ارتش زیر حمله کنند، ولی سواران اشکانیان مثل سابق حمله کردن عقب رفتن، حمله کردن عقب رفتن و یکم محاصره. تیراسوس کشته شد و این شد یه افتضاح تاریخی برای روم‌ها. چند نکته باحال که احتمالاً نمیدونستی. اشکانیان هنر رو ترکیب کردن. یونانی به علاوه ایرانی به علاوه بومی یه سبک خاص خودشون از خط آرامی و پهلوی اشکانی استفاده می‌کردن که بعدها به خط فارسی تبدیل شد. حتی سکه هاشون هم سبک خاصی داشت با تصویر نیروی پادشاه و پشتش تصویری از آیین یا صحنه‌ای از جنگ. آزادی مذهبی داشتن، زرتشتی بودن، اما به بقیه ادیان همکاری نداشتن. چرا سقوط کردن؟ اما خب هیچ سوارکاری تا ابد نمیتونه توی میدان بمونه. خانواده‌های اشرافی قدرت زیاد گرفتن. هر کسی برای خودش شاه کوچیک شده بود. شورایی که قرار بود کمک باشه گاهی خودش شده بود مانع. جنگ‌های طولانی با روم ارتش و خزانه رو فرسوده کرد. و بدتر از همه اختلافات داخلی. در این شلوغی مردی از پارس ظهور کرد. اردشیر بابکان مردی باهوش، جاه طلب و عاشق شکوه هخامنشی‌ها اون قیام کرد و در اینجا منطقه نبرد بزرگ اردوان انجام آخرین پادشاه اشکانیان شد.